پیشگفتار. وقتی که بچه بودم اصلا احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم. نه تنها احساس خوبی نداشتم، حتی گاهن از خودم متنفر هم بودم. من احساس میکردم به اندازه احمق و بی تجربه هستم که نمیتونم حتی دوستی برای خودم پیدا کنم. از این رو تمام دوران بچگی خودم رو با ناامیدی و تلاش برای رسیدن به آن طی کردم و همیشه نیز مورد تمسخر دیگران قرار گرفتم. وقتی به دوره جوانی رسیدم هنوز هم وضع چندان تفاوتی نکرده بود. با خود فکر کردم که باید روشی جدید را پیش بگیرم. در این راستا حتی شهر زندگی خیش رو نیز تغییر دادم و به جای دیگری که کسی مرا نمیشناخت نقل مکان کردم. آنجا دیگر کسی نبود که بخواهم به خاطر داشتن حس اعتماد به نفس تاوانی پس بدم. آنجا کسی نمیدانست که من در کودکی رویاهای بلند پروازانه‌ای داشتم و هیچ کس خبر نداشت تا چه حد دوست داشتم که قوی و نیرومند باشم. اما اتاق همیشه از حضور من، یعنی جایی که دیگران هنوز درک نکرده بودند، پر می شد و هرگز بی‌نظمی اجتماعی من به دید دیگران نمی آمد. ولی من دریافتم که این تغییر جا و مکان راهکار مناسبی برای من نیست، چرا که من در این سفر خودم را همراه برده بودم. بالاخره یک روز دیدم که دارم عقب نشینی می کنم و این را از گفته یکی از کارمندانی که در بخش توسعه بود دریافتم. من حرف او را هرگز فراموش نمی کنم. او گفت: همه شما این اشتباه رایج را دارید. شما تمام چیزهایی را که در وجودتان هست دوست دارید و در حقیقت این بزرگترین سرمایه‌تان محسوب می شود. ولی شاید میزان آن کمی بالا و پایین شود. اگر دست به کاری نزنید، دیری نخواهد پایید که دیگران این نقاط ضعف خود را به نفع خود بهره برداری خواهند کرد و نکات منفی شما را نکات منفی خود خواهند دانست. بدانید که این موارد ابزار کارآمدی برایتان محسوب خواهند شد، ابزاری که در رسیدن به موفقیت به کار خواهید گرفت. فقط کافی است که بدانید چطور از این ویژگی‌های شخصی خود در مقادیر مناسب استفاده نمایید و اینکه بدانید چه میزان از ویژگی‌هایتان شایستگی‌های شما را ارتقا می‌دهند تا به همان میزان از آنها ارائه دهید، نه چیزی بیشتر. با شنیدن این حرف احساس کردم در وجودم صاعقه‌ای زده شد. من تا پیش از این اصلاً چیزی درباره این نشنیده بودم، ولی به طور غریزی دریافتم که باید حرف درستی باشد. لاف زدن من تنها یک اعتماد به نفس کاذب بود، چیزی که مردم آن را بلند پروازی های بی‌معنی می دانستند و این مسئله در دوره جوانی فقط نشأت گرفته از یک سری تفکرات مثبت بود که درباره خودم داشتم. این شد که دوباره به فکر فرو رفتم. به طور کل پا گذاشتن در این راه با انگیزه قوی، توانایی و مهارت رهبری کردن، مهارت غیر کلامی و تمایل به وارد شدن در این راه در من با شوق بالایی وجود داشت. در این زمان بود که دریافتم تمام این صفات چیزهایی بودند که زمانی من به خاطر آنها مورد ستایش قرار می گرفتم. اینجا بود که گیج شدم. پس از مدتی وقتی که به خودم نگاه می کردم، در پس سایه‌ام می دیدم که چرا برخی از رفتارهایم را رفتارهای منفی می دانم. البته از همین رفتارهای منفی نیز چیزهای خوبی یاد می گرفتم و هرگز سعی نمی کردم آنها را نادیده بشمارم و سرکوب کنم. دیگر می دانستم که چطور باید برداشتی متفاوت از آنها داشته باشم. شما نیز سعی در سرکوب کردنشان نداشته باشید. فقط کافی است که بدانید چگونه باید از آنها بهره گیرید. اکنون من اینجا هستم تا هدایت فوق‌العاده یک زندگی انتگرالوار را برایتان شرح دهم. این یعنی برای اولین بار قصد دارم که تمام رابطه من و دیگران، یعنی آنچه را که همگان منفی یا مثبت می‌دانند را با هم ادغام نمایم. در پس چندین عمل بالاخره من با خویشتن خویش دوست شدم. ولی چه مصائب و سختی هایی را در این راه کشیدم. چیزی که مهم است این است که من در این راه تحت تاثیر عمیق حکمت دبی فورد قرار داشتم.
و ای کاش زودتر دستیابی به مسیر دبی فورد برایم میسر میشد که بیشک راه خیلی کوتاه‌تری را داشتم. شما نیز اگر قصد دارید تغییر در زندگیتان رخ دهد، این کتاب را بخوانید. دوباره و دوباره هم بخوانید و در گفته‌هایش با دقت تعمق کنید. اما اگر می‌خواهید زندگیتان را به همین شکل امروزی بگذرانید، پیشنهاد می‌کنم که نه این کتاب را بخوانید و نه به دستورات و تمرینات آن عمل کنید. همین الان قبل از آنکه شروع به خواندن کنید، آن را در قفسه کتاب‌ها بگذارید یا به دوستی هدیه دهید تا دیگر دستتان به این کتاب نرسد. چرا که من ایمان دارم محال است این کتاب را بخوانید و تغییری در زندگیتان رخ ندهد. من اعتقاد دارم زندگی را باید شفاف و زلال گذراند. بدین معنی که هیچ کدورت و امر پنهانی در آن وجود نداشته باشد و هیچ چیز انکار نشود. حتی آن بخش از وجودم که دوست ندارم نگاهی به آن بیاندازم یا به آن اعتراف کنم. اگر شما هم به این دیدگاه برسید که باید به توانایی دیدن مجهز شوید و راه درستی را برای درک خود واقعی خویش بیابید، آن زمان است که با عمق وجود از دبی فورد تشکر خواهید کرد. او شما را به ساحتی رهنمون می‌گرداند که در آن تنها شادی مانا، آرامشی درونی و عشقی بی پایان موج می‌زند و سرانجام به جایی خواهید رسید که بی هیچ قید و شرطی دیگران را دوست داشته باشید. و زمانی که این سیر تعالی آغاز گردد، شما دیگر نه در صدد تغییر خود، بلکه در اندیشه تغییر جهان خواهید بود. پایان پیشگفتار.